یک پیام بسیار بزرگ دارم به ملت تاجک و به ملت تاجیکستانی است پیامم که قدر این مرد بزرگ بدانه، قدر امام علی رحمان بدانه. 30 سال از استقلال تاجیکستان گذشته و 23-24 سال از افغانستان گذشته. اگر ایره بسنجیم موازی هستند، اما افغانستان ببینه از پرتگاه عمومی یک رو به سقوط مواجه شد. اما جمهوری تاجیکستان ما که تصور میکنم چنان آینده از پرشکوف و بزرگ است، چنان آینده قدم هایی که پرزیدنت تاجیکستان گذاشته چنان قدم های بزرگی است که من تصور میکنم در آینده شاید یک کشور ایجا باشه که از نگاه علم، فرهنگ، تکنولوژی در سطح دنیا سخن اول بزنه. انشاءالله من رو امیدوار کننده میبینم و همیشه ایره ما برای بعضی از تاجکایی که با هم دوست بودیم همیشه سخن اول ما بوده قدر از این مرد بزرگ بدانه، قدر از این کسی را که در زندگی شما بهار به وجود آورده بدانه. پرزیدنتی که واقعا خیر و برکت و بالاخره یعنی سخنایش همیشه که شنیدیم یک تسکین به قلب ما بوده. یعنی درباره دین وقتی گپ میزنه بسیار با آرامش، بسیار با یک سخنایی میزنه که مشنوی قابل درک است و برای ما خب واقعا آرامش میده و کسی است که یک امید، یک فکر برای همه تاجکای افغانستان است. چی اگر من اینجا آمدم تو باور کنید چندین روزهای پسین برای من دوستا تماس میگرفتن که ما میم به تاجیکستان. من از پیشان سوال میکردم چرا؟ میگفتن به خاطر اوج اصلا یک گروه از انسانیت وجود داره، یک شخص وجود داره در رأسشان که شخصیت بزرگ ملی هستند. و یک موضوع خاصی که من قدم گذاشتم به تاجیکستان، مردمش دیدم، فرهنگش دیدم، آبادانی که در تاجیکستان وجود داشت دیدم، قدم به قدم به پارکایی که می رفتم، دیدگاه مردم که با چه محبته، با چه دلگرمی وقتی که نام رئیس جمهور میگیری پرزیدنت امام علی رحمان و برای جان میگن، برش میگن ما فدا میشیم. این محبت دلگرمی را که من هر روز میدیدم برای من یک ایده، یک ایدئای به وجود آمد.